جان علیکم پنکیک. یه روتین خفن برات گذاشتم، بازم میذارم. خفنم نبوده، سوبر بود، ولی باز میذاریم. ما پروتر از این حرفاییم. ساعت 6:31. امروز دیر بیدار شدیم. شت، بریم به زندگی برسیم. رفقا دیدید میگن بعد از بیدار شدن، بلا فاصله بعد از بیدار شدن قهوه نخورید. ما نمیخوریم. چیکار میکنیم؟ تختمون رو مرتب میکنیم، اتاقمون رو تمیز میکنیم، صورتمون رو میشوریم، بعد میایم میخوریم قهوه. خب اینم زدیم و دکمه‌ش هم بزنیم. تا این اوکی میشه اینم بهتون بگم، خودم به شخصه قهوه رو بیشتر به خاطر طعمش میخورم تا اون کافئین یا انرژی که بهم میده. برای همین قهوه‌ای که خودم میگیرم قهوه 70% عربیکاست و اینکه طعم خیلی باحالی داره. فقط قبل اینکه قهوه‌مون رو بخوریم و بریم کاردیو بزنیم، یه کار خفن میخوام انجام بدم. شاید ندیدید تا حالا، شاید هم دیدید، ولی مطمئنم دیدید، ولی تا حالا انجام ندادید. ببین فوق‌العاده است، انجام بده. همونطور که دیدید یخ و آب توی ظرف میریزی و کله رو میکنی توش. حالا این برای چه خوبه؟ ببینید پوست صورتتون رو سفید میکنه، توی خون رسانی بهش کمک میکنه، سلول های مرده رو کمک میکنه بین ببری و کلا یه حال اساسی بهت میده. حالا من این کار رو توی اینستاگرام انجام دادم. انجام دادم، ولی بچه‌ها گفتن نمیدونم سینوزیت داریم فلان داریم. من خودم سینوزیت دارم، ولی توی این تایم کم، مثلا بهت میگم تو 10 ثانیه صورتتو میذاری تو در میاری، دوباره اوکی میشی، 10 ثانیه دیگه میذاری توش، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. خب بچه‌ها، راستی اگه شما هم روتین خاصی دارید برای صبحتون، حتما تو کامنت ها بهم بگید. خب بعد از این همه کار که انجام دادیم، نوبتی هم باشه نوبت کاردیو، هوازیو من معمولا 20 دقیقه تا 25 الی نهایت بهتره که 30 دقیقه میزنم و اینکه هوازی صبح رو دست کم نگیر. اگه خیلی چاقی یا میخوای بدنت کات‌تر بشه، حتما هوازی صبح تو بزن، یه روز در میون یا هر روز، هیچ ایرادی نداره، عضله سوزی نمیکنه و حالا دیدی توی کاردیو زدن، چه تو باشگاه باشی چه تو خونه باشی، معمولا حوصله‌ات سر میره. ببین بهترین تایم برای چیه؟ کتاب خوندن. اوکی؟ یعنی من توی زمان کاردیو 20 دقیقه 30 دقیقه واقعا کتاب خوندن خیلی جواب میده، هم سرگرم میشی، هم چیزی یاد میگیری، همین که چی؟ با یه تیر دو نشون دادی. الان کتابی که دارم میخونم کتاب اثر مرکب دارن هاردیه. پسر خیلی خفن، خیلی. فقط یه جمله که خیلی بهم کمک کرده بخوام بهتون بگم اینه: ببین موفقیت از انجام کارهای کوچیک ولی به صورت مداوم به دست میاد. پس کارهای کوچیک رو دست کم نگیر. یه نکته دیگه هم بگم، برای بعد از هوازی یه صبحونه خفن پر پروتئین بزنید که پروتئین تو بدنتون فوران کنه.
جان ناله کن پنکیک. آقا این اسمش چیه؟ پنکیکمون هم میزنیم. صبحونه خفن، پروتئین بالا، گنج که مثل همیشه بالا. ویدیو دوست داشتی لایک کن. یه روتین خفن برات گذاشتم، بازم میذارم. خفنم نبوده، سوبر بود، ولی باز میذاریم. ما پروتر از این حرفاییم. تموم شد و رفت. بایتا های.